دستگیری شما بهر بهبودی فعالیت ماست. الله در قرآن در سوره احزاب سوره 33 آیت 59 میگوید: ای پیامبر، به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو که چادرهای خود را به خود فرو گذارند. این مناسبتر است تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند. قرآن میگوید که حجاب به زنان واجب شده است تا اینکه آنها را شناسند و اینچنین از هجوم و تحقیرها حفظ کنند. من میخواهم به شما سوال دهم. فرض کردیم که دو خواهر دوگانیک هستند. آنها خیلی زیبایند و در زیبایی یک خیلند و آنها در دبی در کوچه های لب آب راه می روند. یکی از آنها حجاب و لباس اسلامی دارد که تمام بدنش را می پوشاند بغیر از چهره و پنجه های دستش، و خواهر دیگر باشد لباس اروپایی یعنی شورت کوتاه یا ازار کوتاه دارد. و اگر هر دوی آنها در راه در کوچه های دبی در لب آب راه روند، از پیش آنها مرد براید که رفتاری بد دارد و به زنها دست درازی کند. من از شما سوال دارم: به کدام از این دو دختران مرد دست درازی میکند؟ به آنی که لباس اسلامی دارد یا به آنی که لباس اروپایی یعنی شورت کوتاه دارد؟ به کدام از آنها؟ به کدام دختر رو گپ میپرتاید؟ به کدام دختر؟ احتمال است که به آن خواهری که لباس اروپایی دارد. اگر تو پیشنهاد کردی حتما جوابت را میگیری. قرآن واقعا میگوید که حجاب بر زنان واجب است بهر حمایه آنها از تحقیرها و دست درازیها، و بعد از این هر نفری که دست به تجاوز بزند پس از روی معیار شریعت به او حکم قتل داده می شود. بسیاری از نامسلمان ها با تعجب میگویند: حکم قتل در عصر 21؟ اسلام دین وحشانیت است، در شریعت مهربانی وجود ندارد. اما وقتی من این سوال را میدهم و من این سوال را از هزارها نامسلمانان پرسیدم که خدای نکرده نفر مادر شما را یا خواهر شما را تجاوز کند و شما قاضی باشید و تجاوزکار را به نزد شما بیارند، شما به او چی حکم میدهید؟ باورم کنید همه آنها 100% گفتند که او را حکم قتل میدهیم. بعضی ها زیادتر رفتند و گفتند او را تا مردنش شکنجه میکنیم. پس اگر نفر با مادر، خواهر یا همسر شما چنین بکند، شما به او حکم قتل میدادید. لیکن وقتی که این با مادر یا خواهر دیگر کسی رخ دهد، چنین حکم وحشیانه می شود. چرا دورویگی میکنید؟ چرا؟ و میدانید امریکا، ایمیا که یکی از دولت‌های ترقی کرده در جهان می باشد، آیا میدانید که یکی از بلندترین سطح تجاوز را در جهان دارد؟ دولتی که از بلندترین سطح تجاوز را در جهان دارد این ایمیا می باشد. از روی آمار FBI در سال 1990 هر روز 1756 جنایت تجاوز به ناموس رخ می دهد و طبق آمار وزارت عدلیه در سال 1996 هر روز 2713 جنایت تجاوز به ناموس رخ می دهد. در سال 90 1756 بود و در سال 96 الکی به 2713 رسید. معلوم است که امریکایی ها با شجاعتر شدند، در 6 سال جسورتر شدند. اگر شما حساب کنید پس می بینید که هر 32 ثانیه در امریکا یک جنایت تجاوز به ناموس رخ می دهد. ما الکی 1.5 ساعت شد اینجاییم و در این وقت در امریکا تقریبا 150 جنایت تجاوز به ناموس رخ داده است. من به شما سوال می دهم: اگر احکام شریعت را جاری کنند که مطابق آن هر مرد هنگام دیدن زن باید نگاهش را پایان کند، زن باشد لباس بپوشد که تمام بدنش را بپوشاند بغیر از روی و پنجه های دست، و بعد از این اگر به جنایتکاری تجاوز به ناموس حکم قتل برآورده شود، من به شما سوال می دهم: عدد جنایت های تجاوز به ناموس می افزاید، یک خیل می ماند یا کم می شود؟ البته کم می شود، چون که این قانون تجربوی است که نتیجه آور است. به همین سبب کمترین سطح تجاوز در دنیا این در عربستان سعودی می باشد. شریعت را عملی کرده شما نتیجه می گیرید. جامعه غرب اظهار می کنند که آنها احترام زن را بالا می کنند وقتی عاید آزادی آنها بگویند، ولی این یک راهی باوری بخش به خاطر استفاده کردن بدن، داغدار کردن روح و از دست دادن ناموس آنها می باشد. آنها میگویند که مقام زن را بهتر میکنند، لیک در اصل آنها مقام زن را پست میکنند. آنها را معشوقه، دوست دختر یا بازیچه دست آنها میگردانند که غرق شهوت ها هستند و این همه پنهان از زیر پرده رنگارنگ صنعت و مدنیت. فریفته این شده با نام صنعت و مدنیت غرب دختران خود و مادران خود را میفروشند.
و چگونه که شما میبینید در اکثریت تبلیغات ها حتما حضور داشتن زن معروف شده است. برای مثال در تبلیغات موتورسیکل ها چقدر زنها موتورسیکل میرانند، لیک به این نگاه نکرده عیناً زنها آن را تبلیغ میکنند. اینچنین اتومبیل ها در حالی که زنها از مردها دیده کم میرانند، لیک در تبلیغات ها اکثر وقت زنان را میبینی. و با من اوید یکی از تبلیغات های مشهور با نام BMW نقل کردند. شما این تمغه را میدانید. جوانان آن را به خاطر سرعت و صفتش دوست می‌دارند. آن بهتر و تیزتر می‌رود. نفر به من نقل کرده بود که در یکی از تبلیغات های BMW در پیش ماشین زن با تهپوش موجود بود و در زیرش نوشته بود اداره کردن او را بسنج. اداره کردن کی را، زن را یا ماشین را؟ زیر شعار آزادی زنان آنها دختران خود را می‌فروشند، مادران خود را می‌فروشند. ما دختران خود را دوست می‌داریم، ما مادران خود را دوست می‌داریم، ما زنهای خود را دوست می‌داریم. اگر حجاب این ظلم باشد ولی زن را حمایت کند، ما این ظلم را دوست می‌داریم. پس ما چنین ظلم و چنین حمایت را دوست می‌داریم. اگر این آزادی شما با نام آزادی زنان فروختن بدن و فروختن خود باشد، پس ما با دین خود خیلی شدیم. در اصل اسلام به زن حجاب را وادار ساخت تا او را بلند مقام و حمایت بکند. و امروز ها ما می‌بینیم که تمدن غرب عیناً همان چیزی که تمدن‌های قدیم، تمدن یونان و تمدن روم می‌کردند، اجرا کرده ایستادند. زنها را استفاده می‌برند زیر شعار مدنیت، آزادی، صنعت، مد و غیره. چیکار کرده ایستادند؟ به عصرهای قدیم برمیگردند. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟